أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في العالمين وحجته في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم. خدمت بینندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم. پروردگار عالم ما را و شما را از شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و قلوب ما و شما را منور به نور مودت و محبت امیر المؤمنین علیه السلام بفرماید و پروردگار عالم اموات و گذشتگان ما را بسیار مغفرت بکند و ما را و ضراری ما را روز قیامت در کنار امیر المؤمنین علیه السلام مورد شفاعت آن بزرگوار قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولنا داءهم. ایام فرخنده عید الله الاکبر، یوم المعهود، روز غدیر را خدمت شما سروران عزیزم تبریک و تهنیت و شادباش عرض می کنم. خداوند متعال ما و شما را از احیاگران این عید شریف و از انصار امیر المؤمنین علیه السلام و از انصار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد. بعضی از شبهاتی که پیرامون حدیث غدیر توسط فرقه کافره ناصبه مطرح می شود، دوست داریم که در این جلسه به این شبهات پاسخ بدهیم. بینندگان محترم، بله، شبکه های نواصب که همگی در غایت عجز و ناتوانی علمی هستند، کار اینها به جز از دروغ گفتن و دروغ بافتن و مغالطه و سفسطه چیز دیگر نیست. ملاحظه بفرمایید که در این نوار اینها چی میگویند. نوصل للتاريخ التاسع شيخنا تفضل. تقصد الإمامة يعني في إثبات الإمامة. لا، هذا التاريخ يعني متى كانت الوصية؟ نعم. يوم مرضه، يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. لما نقول أن الوصية كانت يوم المرض، ماذا يدل هذا؟ طب أيهما المتقدم، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض الوفاة أو يوم غدير خم؟ أيهما قبل؟ المفروض غدير خم. طيب جميل. فلما تأتينا روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مرضه لم يكن يدري من هو الوصي، ماذا يعني؟ يعني الحد ما قبله من روايات. هذا ما غدير، حديث الغدير مطلقا. نأتي إلى الرواية في إثبات الوداد صفحة 48. بینندگان، ایشان میگوید که میخواد که ثابت بکند، استدلالش اینه که در احادیث شیعه آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام وفات در مرض موتشان نمیدانستند که وصی چه کسیه، و اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را نمیدانسته در مرض الموت، در هنگام وفات یا در روز وفات یا قبل از وفاتش به ایام قلیل،
این معلومه که عید غدیر اساسی ندارد و در غدیر استخلاف نبوده و جانشینی اونجا مطرح نبوده، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر در غدیر امیر المؤمنین علیه السلام را امام نصب کرده بود، دیگر معنا نداشت که در مرض الموتش، در مریضی که از دنیا رفتند یا در روز وفاتشان در آن وقت ندانند که وصی ایشان چه کسیه. حالا ببینید دلیل ایشان بر این مدعا چیست. 48 تقول هذه الرواية وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لم يكن يعلم من هو الوصي بعد ذلك، أو الصحابة لما يقول النبي الصحابة لم يكونوا يعلمون. هذا الحديث عن زيد بن حارثة عن عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد وجعه فأحببت الخلوة به وكان عنده علي بن أبي طالب والفضل بن عباس فجلست حتى نهض الفضل وبقيت أنا وعلي فتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت فقال يا عمر جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر بعدي؟ فقلت صدقت يا رسول الله. هو السؤال إذا كان عمر بن الخطاب قد بايعه يوم غدير الخم، هل يأتي يجلس جلسة سرية ما في أحد ثالث إلا النبي وعمر والفضل بن عباس؟ فلما خرج الفضل جلس مع النبي مباشرة، وعمر بالذات لأن عمر قالوا كذبوا عليه وقالوا قال بخن يا ابن أبي طالب. النبي بینندگان محترم، ایشان میگوید که این روایت را از کتاب اثبات الهدات مرحوم شیخ حر عاملی رحمه الله آورده و در آن روایت اینه که عمر بن الخطاب خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در مرض الموتش و اونجا فضل بن عباس بود و امیر المؤمنین علیه السلام بود. صبر کرد تا فضل رفت از اونجا و بعد عمر از رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمید که عمر از برای چه آمده. از او گفت که آمدی که بپرسی که امر امامت و جانشینی به چه کسی تعلق میگیرد بعد از من؟ عمر گفت بله. خب این مقدار از روایت را خواند، ما بعدش را نخواند. بس و نتیجه میگه الان در اول سخنرانی خودش گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام وفات جانشینش را نمیشناسد. الان میگوید که عمر نمیشناسد، عمر آمده بپرسد. و اون کسی که مجری برنامه است او میگن که شیعیان بر عمر دروغ بسته که عمر گفته که بله بخن لك ابن ابی طالب اليوم اصبحت مولای و مولا کل مؤمن. به آفرین و شاد باش، مبارک باد بر شما که مولای من و مولای هر مؤمنی گشتی. پس عمر الان قضیه عوض شد. میگوین که پس عمر اگر بیعت کرده چرا الان نمیداند در مرض الموت النبی صلی الله علیه و آله و سلم که وصی چه کسی هست که آباده الان بپرسه وصی چه کسی؟ ملاحظه بفرمایید. موته لما اشتد وجعه قالوا له لما اشتد وجعه عمر بن الخطاب يدخل على النبي يقول له من وصيك يا رسول الله؟ ما يقول له انت خلاص يا عمر بايعت؟ نعم. يا سبحان الله. مش بايع بس، انا بقول لحضرتك حمل في حديث غدير خم لما قالوا ان عمر قال وبخن يا ابن ابي طالب اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنه. نعم. في روايه اخرى الان روایت دیگر را میخواد بخواند و ما فعلا جواب این روایت را بدهیم. بینندگان عزیز، روایتی که ایشان نقل کرده در کتاب شریف اثبات الهدات، روایت را ببینید. من تمام روایت را میخوانم و آن وقت انشاءالله وجه استدلال این جماعت چیست و جواب ما چی خواهد بود انشاءالله ملاحظه میفرمایید. کتاب شریف اثبات الهدات بالنصوص والمعجزات نوشته محدث عظیم الشأن محمد بن الحسن الحر العاملی رحمه الله، مجلد دوم، بله طبع المطبع العلمیه به قم. در این کتاب شریف بینندگان محترم این روایت در مجلد دومش صفحه 42 هست. در باب عاشر فصل سادس این روایت 172 بله خدمت شما عرض کنم روایت روایت 186 باید باشه. 186 صفحه 44 نه 42 صفحه 44 روایت 186 قال و این از کتاب فضل بن شازان ایشان روایت میکنه. و عن القاضي محمد بن علي المغازلي عن زيد بن حارثة عن عمر بن الخطاب. زید بن حارثه روایت میکند از عمر که عمر گفت دخلت على رسول الله صلی الله علیه و آله و قد اشتد وجعه. در مریضی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مریضی ایشان و درد ایشان شدید شده بود پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتم. فاحببت الخلوة به، دوست داشتم که با ایشان تنها باشم. و کان عنده علی بن ابی طالب علیه السلام والفضل بن العباس، و نزد ایشان فضل پسر عباس برادر عبدالله ابن عباس
و امیر المؤمنین علیه السلام اونجا تشریف داشتن. فجلست حتی نهض الفضل، من اونجا ماندم، باقی ماندم تا فضل ابن عباس رفت. و بقیتو، و من بودم اونجا، انا و علی، من و امیر المؤمنین علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا بودیم. فتبین لرسول الله صلی الله علیه و سلم ما اردت، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدن که من از برای چه مقصدی آمده ام. من نگفتم که چی میخواهم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قصد مرا فهمیدن. پس فرمودن فقال یا عمر جئت لتسألنی الى من يصير هذا الامر بعدی، آمدی از من بپرسی که این امر امامت و امر خلافت بعد از من به چه کسی تعلق میگیرد، این را آمدی بپرسی. فقلت صدقت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتم که بله درست فرمودید. فرمودن هذا خازن السر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام تشریف داشتن، فرمودن که ایشان هستند که خازن سر من هستند، خزاندار اسرار من، و وصی من و خلیفه من بعد از من. فمن اطاعه فقد اطاعنی، هر کسی که ایشان را طاعت بکند مرا طاعت کرده. و من عصاه فقد عصانی، و هر کسی که ایشان را معصیت کند مرا معصیت کرده. و من عصانی فقد عصى الله، و هر کسی که مرا معصیت کند خدا را معصیت کرده. و من تقدم علیه فقد کذب بنبوتی، و هر کسی که ایشان را بر ایشان تقدم بجوید، خود را از ایشان اقدم و بهتر بداند، او نبوت مرا تکذیب نموده. ثم ادناه، پس امیر المؤمنین علیه السلام را نزدیکتر خود گردانیدن. و قبل ما بین عینیه، و در حال همون مریضی شدید بین دو چشمان امیر المؤمنین علیه السلام، پیشانی مبارک شاه مردان علیه السلام را حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم بوسیدن. ثم قال، و فرمودن الله ولیک، الله ولیک، الله ناصرک، خداوند ولی توست، خداوند ناصر توست. و الی الله من والاک، و هر کسی که تو را مولای خود بداند من او را به خدا می سپارم، عاقبت به خیر هست. انت وصی، تو وصی من هستی، و خلیفتی من بعدی، و خلیفه من بعد از من. الی ان قال، تا این که فرمودن، تا این که گفت قال حارثه، زید ابن حارثه گفت که بله، که خود او راوی این حدیثه، عفوا زید ابن حارثه گفت بله، قلت ویحک کیف تقدمتموه وقد سمعت ذلك، چطور این را شنیدی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مطالب را به تو گفت، پس تو خودت را خلیفه ساختی. قال بامر کان، عمر گفت دیگر تقدیر این چنین بود که ما خلیفه بشویم. قلت من الله او من رسوله او من علی، گفتم که این که تو میگی امر این چنین بود، قضیه این چنین بود، این امر، این قضیه را آیا خدا فرمود، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که تو خلیفه بشوی؟ قال الملك عقیم والحق لابن ابی طالب، عمر گفت که حق مال امیر المؤمنین علیه السلام، اما چه کنم که دولت خیلی شیرینه، ملک عقیمه یعنی نازا هست، برادر و پسر و پدر نمیشناسد. دولت و حکومت، کسی مردم به خاطر حکومت پدر خود را میکشد، فرزند خود را میکشد، برادر خود را میکشد، لذا حکومت خویشاوندی ندارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته درست که امیر المؤمنین علیه السلام بعد از من امام و خلیفه است، اما چون دولت خویشاوندی ندارد لذا ما حرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نشنیدیم. همونطوری که دیگران به خاطر دولت و حکومت حاضرند پسر و برادر خود را بکشند یا پدر خود را بکشند، ما هم حق امیر المؤمنین علیه السلام را غصب کردیم. خب اول این محقق فرقه عمریه و قنات صفا کلامش این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مرض موتش نمیدانسته که وصی بعدشان چه کسیه. این حرف اولش بود. بعد قضیه از این قرار نیست، روایت را که شما خواندید اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار جهل نکرده که وصی چه کسیه، بلکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اخبار از غیب کرده، اون قضیه‌ای که در دل عمر بوده از اون خبر داده که تو آمدی از من در این باره بپرسی. پس ایراد بدل شد به این که عمر مثلا نمیدانسته. پس اگر نمیدانسته عمر که امام کیست بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مرض الموت نبی، در مرض که در اون مرض از دنیا رفتن صلی الله علیه و آله و سلم چه کسی امام هست، پس شما شیعیان به عمر دروغ بستید که او در غدیر خم بیعت نموده
و او در غدیر خم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از شنیده که امیرالمؤمنین علیه السلام وصی هست. چون اگر میدانست چرا آمده در اینجا میپرسد، در مرض موت نبی صلی الله علیه و آله و سلم اینجا میپرسد که بعد شما وصی چه کسیه؟ پس این ثابت میکند که حدیث شریف غدیر دروغ می باشد. جواب این امر چیست بینندگان عزیز؟ و از جمله اینم گفت که شما به عمر دروغ بسته اید که عمر در روز غدیر آمد تهنئه گفت به امیرالمؤمنین علیه السلام. جواب این قضیه چیست بینندگان محترم؟ جوابش خیلی آسان و راحت هست که در زبان عرب و نه تنها در زبان عرب بلکه در تمام زبانها و در فرهنگ انسان هم اینطوری نیست که استفهام همیشه از برای استخبار باشد. سوال نمودن و پرسش نمودن از برای فهمیدن باشد. چه بسا پرسیدن و سوال نمودن از برای آرزو نمودن و از برای ترجی و تمنی می باشد، یا از برای تعجب می باشد، یا از برای توبیخ می باشد، یا از برای انکار می باشد. و انشاءالله این مطالب را خدمت شما به عرض خواهیم رسانید و این مطالب در قرآن کریم و در احادیث خیلی زیاد آمده. اما این اولین را جواب بدیم که اینا حدیث تهنئه را تکذیب کردن. بینندگان محترم، حدیث تهنئه که عمر و غیر عمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام را به ولایت و به امامت و به خلافت نصب نمود، عمر آمد و اینجا تهنئه گفت. این مطلب بینندگان محترم در کتب عمریه معروف و مشهور اینها با اسانید صحیحه وارد شده. من بعضی از اینها را خدمت شما نشان میدهم. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار تألیف حافظ ابن ابی شیبه کوفی، جزء سابع، طبع دارالفکر، در سال 1429 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. در اینجا بینندگان محترم صفحه 503 حدیث تهنئه را ایشان با سند صحیح آورده. تصحیح حدیث را هم براتون ثابت میکنیم. صفحه 503 باب فضائل شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام، حدیث 55. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا علی بن زید عن عدی بن ثابت عن البراء. حالا این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحتش براتون ثابت می شود. قال كنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفر، با حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم در یک سفری بودیم. فنزلنا بغدیر خم، پس ما نزول نمودیم، پیاده شدیم از سواری های خود یا فرود آمدیم، منزل نمودیم در مقام غدیر خم. قال فنودی الصلاة جامعه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز جامعه، نماز جماعت اعلان کردن. و کسح لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحت شجره، درختی بود، زیر اون درخت را ما پاک کردیم، تمیز کردیم، جاروب زدیم برای حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله. فصلی الظهر، پس نماز ظهر را ایشان نماز خواندن. فاخذ بید علی امیر المؤمنین علیه السلام، پس دست مبارک شاه خیبرگشا امیر المؤمنین حبیب خدا و حبیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بلند کردند. فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا نمیدانید که من اولای به مؤمنین از انفس اونها هستم، صاحب اختیارتار هستم؟ قالوا بلا، گفتن بلا. قال الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه، آیا نمیدانید که من اولا هستم به هر مؤمن از نفس او؟ قالوا بلا. فاخذ بید علی علیه السلام فقال اللهم من كنت مولاه فعلی مولاه، پس فرمودن که مردم آگاه باشید که هر کسی که من اولای به او هستم از خودش، امیر المؤمنین علیه السلام اولا هست به او از خودش. مولا به معنای اولا بالطاعه و اولا بالتصرف، دیروز ما برایتان نشان دادیم، مسابقا همون معنا را نشان دادیم. اللهم والی من والاه و عاد من عاده، پروردگارا هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را مولای خود میداند و آقای خود میداند، تو مولا و آقای او باش، و هر کی با ایشان دشمنی کند با ایشان دشمن باش، یا هر کسی که ایشان را دوست می‌دارد با دوستش باش، یا هر کی دشمنش میباشد با او دشمن باش. قال فلقیه عمر بعد ذلك، بعد از آن عمر آمد پیش شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام. فقال و گفت هنیئا لک ابن ابی طالب، مبارک باد تو را ای فرزند ابو طالب سلام الله علیهم و آلهم.
اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، مبارک باد که تو مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. خب خیلی واضح و آشکاره که مولا به معنای ناصر و محب این برای تمام ادنای مسلمین، کوچکترین مسلمین ثابت هست. و ان المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین با همدیگر دوستن و همدیگر را نصرت میکنن، اون که برای ادنایشان ثابت هست. و اینجا که آمده تبریک گفته که شما امروز مولا شدید، واضح و آشکاره که یک مقام شامخی هست که بقیه آن را ندارند و امروز امیرالمؤمنین علیه السلام بر اون مقام منصوب شده اند و این مطلب اعلان عام گردیده. پس حدیث تهنئه این در کتاب استاد بخاری و استاد مسلم ابن ابی شیبه کوفی. آیا این حدیث بینندگان عزیز سندش چجوری هست؟ کتاب فضائل احمد بن حنبل، فضائل الصحابه لأحمد بن محمد بن حنبل، تحقیق وصی الله ابن محمد عباس، طبع دار ابن الجوزی، که در سال 1420 در دار ابن الجوزی این کتاب چاپ شده. در اینجا در صفحه 738 روایت 1016 حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا قال حدثنا علي بن زيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب تا آخرش همون روایت هست که بعد در ادامه روایت گفته فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولا كل مؤمن و مؤمنه. بینندگان محترم، این روایت حکمش چیست؟ گفته 1016 اسناده ضعیف لاجل علی بن زید بن جدعان، اسنادش ضعیفه به خاطر علی بن زید بن جدعان. و بعد گفته والحدیث صحیح و مضى برقم فلان و یأتی برقم فلان. اما خود این حدیث صحیح به خاطر، یعنی حدیث به خاطر علی بن زید بن جدعان ضعیفه، اما بقیه رجالش ثقه هستند و اما خود نفس حدیث صحیحه چون به اسانید دیگر هم رسیده. اما این کلام این محقق نادرسته، چون علی بن زید بن جدعان هم ثقه هست و به خاطر علی بن زید بن جدعان چون بقیه رجالش ثقات و از رجال بخاری و مسلم هستند این حدیث تضعیف نمی شود و این مطلب اثباتش ان قریب الان تا لحظاتی خدمت شما به عرض خواهد رسید. بله، و باز بینندگان محترم در همین کتاب مسند احمد در صفحه 755 باز حدیث تهنئه را آورده. فضائل احمد روایت 1042 عن البراء وهو ابن عازب اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حتى كنا بغدير خم فنودي ان الصلاة جامعة. همون مطلب را با یک کم اختصار از براء ابن عازب روایت می کند که ما در حجة الوداع بودیم تا غدیر خم رسیدیم و اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعلان کردن که نماز جماعت و 2 تا درخت اونجا بود، زیر 2 تا درخت را جارو زدیم، پاک کردیم، پس دست مبارک شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام را گرفتند و گفتند الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه و آله قال هذا مولا من انا مولاه اللهم والی من والاه و عاد من عاده. هر کس که من مولای او هستم ایشان مولایش هستند. فلقیه عمر، پس عمر ملاقات کرد امیرالمؤمنین علیه السلام را، گفت هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. 1042 گفته اسناده حسن لغیره، اسنادش حسنه و حدیث حسن هم حجت می باشد بینندگان عزیز کما این که گفتیم. و اینها هم این حدیث را مثلا در تشکیک کرده اند به خاطر چی؟ به خاطر علی بن جدعان. این روایت را احمد حنبل در مسندش هم روایت کرده بینندگان عزیز. مسند احمد بن محمد بن حنبل جزء 30 طبع مؤسسه الرساله که در سال 1419 در مؤسسه رساله این کتاب چاپ شده به تحقیق شعیب ارناؤوط و رفقایش. در این کتاب صفحه 430 عزیزان ملاحظه بفرمایید. روایت
18479 عفان از حماد بن سلمة از علي بن زيد بن جدعان از عدي بن ثابت عن البراء بن عازب كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إلى آخر الحديث تا إنك فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. حاشية شمارة 2 صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان. این اسناد ضعیفه اما خود حدیث صحیحه. اسنادش چرا ضعیفه؟ به خاطر علی بن زید ابن جدعان هست. خب بقیه رجالش چطور؟ بقیه رجاله ثقات رجال الشیخین غیر حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. بقیه رجال همگیشون رجال بخاری و مسلمه غیر از حماد بن سلمة که از رجال مسلمه. خب اما علی بن زید بن جدعان میگوید که او از ضعیفه. بینندگان محترم تمام رجالش رجال بخاری و مسلم الا علی بن زید بن جدعان که اینا ادعا کردن او ضعیفه. اما بینندگان محترم علی بن زید بن جدعان از رجال مسلم هم می باشد همانطوری که الان برای شما نشان خواهیم داد. و رجال مسلم نزد این جماعت بالاجماع چی هستند؟ بالاجماع ثقات هستند و عدول هستند. صحيح مسلم لمسلم بن حجاج القشيري النيسابوري طبع دار الفكر در اینجا در کتاب الجهاد و السیر و المغازی باب غزوة احد روایت 4533 عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد و ثابت البناني عن انس بن مالك. اینجا میبینید که حماد بن سلمة از علی بن زید و ثابت البنانی روایت کرده و لذا این علی بن زید از رجال مسلم. الله شاید کسی بگوید که اینجا روایت او مقرون با روایت ثابت بنانی هست لذا با اون خاطر شما زیاد احتجاج نمیتوانید. خیلی خوب اگر این چنین بگویید بله ذکر اسماء من تکلم فیه و هو ثقه، کسانی که تضعیف شده اند، کسانی که درباره اونها علما اونها را جرح کردن اما جرح اونها غیر مسموع و غیر مقبوله. نوشته ذهبی طبع مکتبة المنار در چاپ سال 1406. در این کتاب بینندگان محترم صفحه 27 ملاحظه بفرمایید. این صفحه 26 27 مقدمه مؤلف. فهذا فصل نافع في معرفة الثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم. این کتاب را من نوشتم به خاطر معرفی نمودن آن عده از روات ثقه که بعضی از علما اونها را جرح کرده اند، اونها را تضعیف کرده اند. و فیهم بعض اللین، و در اینا یک کمی ضعفی هست. و غیرهم اتقن منهم، و دیگران از اینها علمشان بیشتره و حفظشان خوبتره. و احفظ فهؤلاء حدیثهم تکلم فیهم بعض الائمه بما لا يرد اخبارهم، که در اینها جرحی که درباره اینها شده جرح اینها غیر مسموع و غیر مقبوله. فهؤلاء حدیثهم ان لم يكن في اعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبه الحسن. این افرادی که در این کتاب ذکر میکنم حدیث اینها اگر در عالی ترین مرتبه صحیح نباشد از مرتبه حسن هیچ گونه کمتر نیست. خب وقتی که این را گفت پس احادیث اینها اگر صحیح ترین احادیث نباشد از حدیث حسن پایین تر نیست. و حدیث حسن هم صحیح الاحتجاج می باشد نزد فرقه عمریه بالاجماع، همانطوری که حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب نکت ابن صلاح بله اونجا بیان کرده و در خیلی جای دیگر علما اینها گفته. پس وقتی که این درست شد بینندگان محترم در صفحه 140 امین کتاب ایشان علی بن زید بن جدعان را ذکر کرده. علی بن زید بن جدعان سویلح الحدیث، حدیثش بدکی نیست. قال احمد و یحیی لیس بشیء و قواه غیرهما. احمد حنبل و یحیی بله یحیی ابن معین اونا گفتن که حدیثش مثلا خیلی ایشان خیلی لیس بشیء، خیلی آدم خیلی
خیلی عالم بزرگی نیست، اما غیر اون دو نفر این را تقویت کردن. پس یکی از کسانی که جرح درباره او غیر مسموع است و حدیث او از رتبه حسن نازل نیست، او که علی بن زید بن جدعان. خب این از یک جا. از جاهای دیگر بینندگان محترم، امین علی بن زید بن جدعان روایات او را در سنن ترمذی روایت کرده و تصحیح نموده. و ترمذی یکی از رجال کبار این فرقه ضاله می باشد. سنن الترمذی لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، طبع دار الفکر که در سال 1429 در دار الفکر بیروت این کتاب چاپ شده. در اینجا عزیزان در جاهای مختلفش کتاب السفر روایت 545 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضر عن فلان عن فلان عن فلان قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. حدیث صحیح. باز بینندگان محترم در همین کتاب مثلا در صفحه 350 ببینید کتاب الرضا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث 1149 حدثنا عن علی بن زید عن سعید بن المسیب. علی بن زید بن جدعان از سعید بن المسیب روایت کرده. بله. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. باز بینندگان عزیز در همین کتاب مثلا در صفحه 677 روایت صفحه 677 کتاب الزهد روایت 2337 حدثنا ابو حفص عن عمر بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن علي بن زيد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بازم تصحیح کرده و خود حافظ ذهبی در کتاب الموقظه اونجا تصریح میکنه که وقتی که امثال ترمذی یک حدیث را تصحیح میکنند اینها دلالت بر توثیق روات دارد، مانند رجال بخاری و مسلم. الموقظه في علم مصطلح الحديث تأليف حافظ ذهبي بتحقيق عبد الفتاح ابو غده تبع مكتبة المطبوعات الاسلامیه بحلب در سال 1405 در اونجا چاپ شده. در این کتاب عزیزان در صفحه 78 ملاحظه بفرمایید. ومن خرج حديثه هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. هر کسی که حدیث او در صحیحین بخاری و مسلم روایت بشه، همین که از او بخاری و مسلم روایت کرده، خود این اخراج بخاری و مسلم و روایت بخاری و مسلم توثیق اون فرده، رواتشان توثیق میشه خود به خود. و ان صحح له مثل الترمذي و ابن خزیمه فجید ایضا. و اگر امثال ترمذی و ابو بکر ابن خزیمه اینها حدیث کسی را تصحیح بکنن، این هم به منزله توثیق اون راوی هست. پس بینندگان محترم در کتاب من تکلم فیهم و ثقه تصریح کرد که حدیث او از رتبه حسن یعنی از حجیت نازل نیست، پایینتر نیست. و در این کتاب هم که بله توثیق خود ترمذی را قبول کرد و ما توثیق ترمذی را برای شما از سننش ثابت کردیم که ترمذی مکرر حدیث علی بن زید بن جدعان را تصحیح نموده. پس عزیزان بیننده کلام شعیب ارناؤوط در تحقیق مسند احمد بن حنبل باطل می باشد. این کتاب مسند ابن حنبل جزء ثالث طبع مؤسسة الرساله صفحه 430 در این کتاب که حدیث تهنئه آمده ملاحظه بفرمایید. روایت 18479 عن البراء بن عازب هنيئا يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولا كل مؤمن ومؤمنه سلام الله على امیر المؤمنین. در حدیث غدیر این مطلب را در تحقیق اونجا گفت صحیح لغیره و هذا اسناد ضعیف من اجل علی بن زید و باقی رجال و ثقات رجال الشیخین. پس ثابت شد بینندگان عزیز که به خاطر علی بن زید بن جدعان این حدیث تضعیف نمی شود. علی بن زید بن جدعان درباره او جرح غیر مسموع هست، مسلم از او روایت کرده، ترمذی احادیث او را تصحیح کرده و برای توثیقش این مقدار کفایت میکند و خود ذهبی تصحیح نموده که حدیث او از حجیت هیچ وقت نازل و پایینتر نیست. پس ثابت شد که این حدیث صحیح، حدیث صحیح به نفسه صحیح مع قطع النظر از طرق دیگر.
حالا که این مطلب خدمت شما ثابت شد بینندگان محترم، این حدیث از غیر این طریق، از طریق غیر طریق براء ابن عازب، از طریق ابی هریره هم روایت شده که اون طریق را هم ما برای شما نشان میدیم. کتاب تاریخ مدینه دمشق للحافظ ابن عساکر. تاریخ مدینه دمشق تألیف حافظ ابن عساکر دمشقی، جزء الثانی والاربعون طبع دارالفکر که در سال 1417 این کتاب چاپ شده. در این کتاب بینندگان محترم صفحه 232، صفحه 232 حدثنا ابو بكر بن شيبة حدثنا شريك عن ابي يزيد الاودي عن ابيه قال دخل ابو هريرة المسجد فاجتمع إليه الناس إليه فقام إليه شاب فقال أنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه اللهم والي من والاه وعلي من عداه. فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه والي من والاه وعلي من عداه. خب در اونجا تهنئه نبود، حدیث آخر اخبرنا ابو الحسن بن قبیس. در اینجا عن ابی هریره، ابو هریره گفت قال من صام يوم ثامن عشر نیست، ثامن عشر من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهرا. هر کس که روز 18 ذی الحجه را روزه بگیرد به اندازه 60 روز روزه، 60 ماه روزه، 60 ماه یعنی 5 سال، بله، روزه ثواب دارد. و هو یوم غدیر خم، این روز غدیر خمه. لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی بن ابی طالب علیه السلام، اون زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک شاه ولایت مآب علیه السلام را گرفتند، فقال الست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه و آله قال من كنت مولاه فعلی علیه السلام مولاه. فقال عمر بن الخطاب، پس اونجا عمر آمد و تبریک گفت بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مسلم. فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن صام يوم 27 من رجب كتب له صيام 60 شهرا. خب قال الخطيب اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال إنه تفرد به وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله بن النيري فرواه عن علي بن سعید. میگوید خطیب بغدادی گفته که علما میگفتن که این حدیث را فقط ابن حبشون روایت کرده، اما غیر از او دیگران هم روایت کردن. باز روایت دیگر بینندگان محترم باز از ابو هریره روایت میکند به سند دیگر که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام را گرفتن و فرمودن الست اولی بالمؤمنین قالوا نعم یا رسول الله قال فاخذ بيد علي بن ابي طالب علیه السلام قال من كنت مولاه فعلي علیه السلام مولاه. فقال له عمر بن الخطاب، در اونجا عمر آمد و تبریک گفت بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولای و مولا كل مسلم. خب باز به سند دیگر باز از ابو هریره روایت کرده که باز در اونجا عمر آمد و بعد از حدیث من كنت مولاه فعلی علیه السلام مولاه قال عمر بن الخطاب بخن بخن یا ابن ابي طالب اصبحت مولای و مولا كل مسلم. مبارک باد شما را که شما امروز مولای من و مولای هر مسلمانی شدید. بله این روایات را شما دیدید بینندگان محترم که در این روایات هم از ابی هریره به چندین سند روایت کرده که ابو هریره خبر داد که امیر المؤمنین علیه السلام را عمر تبریک گفت. پس این کلام قنات صفا که شیعیان به عمر دروغ بستند که او تبریک گفته، این یک حرف باطل و دروغی از پیش خود اینها هست. احمد بن حنبل از شیعیان نیست، ابو بکر بن ابی شیبه کوفی استاد بخاری و مسلم از شیعیان نیست، حافظ ابن عساکر اینها شیعه نیستند و خطیب بغدادی که میگن این روایت از چندین طریق روایت شده، کدام اینها شیعه هستند؟ اینها هیچ کدام و این احادیث در نزد خود عمریه به سند صحیحه، به سند صحیحه و صحت شما ثابت کردیم الحمدلله رب العالمین. باز همین روایت را بینندگان محترم در کتاب الکشف و البیان تفسیر ثعلبی ملاحظه بفرمایید و اینا همش از بزرگان علمای فرقه عمریه هست.
حالا این حدیث این در تفسیر ترمذی صفحه‌شون پیدا نتونستم. بله بله پیدا کردیم. تفسیر الکشف و بیان معروف به تفسیر الثعلبی مجلد دوم چاپ منشورات محمد علی بیضون دارالکتب العلمیه بیروت که در سال 1425 کتاب چاپ شده. در اینجا در ذیل آیه شریفه یا ایها الرسول صلی الله علیه و آله بلغ ما انزل الیک من ربک، اونجا روایت میکنه بله از علی بن زید عن علی بن ثابت عن البراء، از براء بن عازب روایت کرده لما نزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في حجة الوداع كنا بغدير خم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا مولى من أنا مولى اللهم والي من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. خب عزیزان من این در این تفسیر هم هست و تصحیح سند را ثابت کردیم، لذا لزومی نداره که دوباره اون را برای شما بیان بکنیم. خب در کتاب مناقب ابن مغازلی هم این روایت را از ابی هریره روایت کرده. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام تأليف حافظ أبي الحسن علي بن محمد الواسطي المعروف بابن المغازلي، چاپ دار الآثار للنشر والتوزيع در یمن، چاپ سال 1424، صفحه 46 روایت 24. اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن طاوان ابن طالون باید باشه نه ابن طاوان قال حدثنا ابو الحسين احمد بن الحسين بن السماك بسندش از ابی هریره من صام یوم 18 خلت من بالحجه تا اینکه من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه فقال عمر ابن الخطاب بخن لك يا علي بن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن فانزل الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. پس بینندگان محترم این را دیدید که ایشان هم از روایت ابی هریره آورده. حالا که حدیث تهنئه هم صحتش ثابت شد و هم این مطلب که این از افتراء شیعیان نیست که شیعیان آوردن این را دروغ بستن بر عمر بن خطاب، وجه استدلال که حدیث تهنئه دلالت میکند که قول نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم من كنت مولاه فهذا علی علیه السلام مولاه، این قول معنای مولا به معنای محب یا ناصر نیست. خب وجه استدلالش واضح و آشکار، بد نیست که ما این را از کتاب مرحوم علامه امینی رحمه الله در الغدیر ذکر بکنیم. کتاب الغدیر في الكتاب والسنة والأدب تأليف مرحوم علامه بزرگوار عبد الحسين أحمد الأميني النجفي رحمة الله عليه وسلام الله على روحه، منشورات مؤسسة الأعلامي للمطبوعات که در سال 1414 در بیروت لبنان چاپ شده. و این مرحوم امینی که اینقدر دفاع از اهل بیت علیهم السلام کردن، ایشان را آخوندها خیلی آزار داده و مراجع خصوصا مراجع معاصر زمانشان داستانهایی دارد که چقدر ایشان را اذیت کرده بودند و ایشان چقدر از دست اونها به فغان رسیده بود و چقدر با تحمل اذیت‌های اونها باز هم بله این جهادش را ادامه داد و این کتاب را به جامعه شیعی تقدیم کرد. القرینة السادسه، قرینه ششم از برای تعیین مراد رسول الله صلی الله علیه و آله قوله صلی الله علیه و آله بعد بیان الولایه علی علی بن ابی طالب علیه السلام هنئونی ان الله تعالی خصني بالنبوه و خص اهل بیتی بالامامه كما مر صفحه 323.
بله. ثم نفس التهنئة والبيع والمصافقة والاحتفال بها واتصالها 3 أيام كما مرت هذه كلها صفحة 318. لا تلائم. بله. ولذلك ترى لا تلائم غير المعنى الخلافة والولاية. ولذلك ترى الشيخين أبي بكر وعمر لقيا أمير المؤمنين عليه السلام فهنآه بالولاية. وبخاطر همينك معناه من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه، معناه مولاه معناه وجوب طاعته ومعناه امامته ومعناه اولا بالتصرف بودنه. لذا بخاطر اینه که صحیح است و معقول هست که ابو عمر و ابو بکر بیاین و تبریک بگوین. و اگر معنای این باشد که امیر المؤمنین علیه السلام شما را دوست دارد، خب این که اصلا سخنرانی نمیخواهد، اصلا کار عباس و لغویه. ثانیا تبریک گفتن نمیخواد، مگر چه خبریه که عمر میخواد تبریک بگه که بله شما ما را دوست دارید. خب این رو ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز. حالا که این معنا روشن شد، برمیگردیم به روایت کتاب شریف اثبات الهدات بالنصوص والمعجزات تألیف علامه عظیم الشان مرحوم حر عاملی رحمت الله علیه و قدس الله نفسه. در این کتاب شریف صفحه 44 این روایت بود که عمر آمد در مرض الموت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و گفت که بعد شما امر امامت و خلافت به چه کسی تعلق میگیرد. صفحه 44 حدیث 186 که در اونجا آمد و عمر پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عمر جئت لتسألني الى من يصير هذا الامر بعدي فقلت صدقت یا رسول الله فقال هذا خازن سری. که پس این روایت این را نمیگوید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمیدانست که امام چه کسی بعد از ایشان خواهد بود. این روایت این را میگوید که عمر آمد میپرسد که این امر بعد از شما به چه کسی تعلق میگیرد. خب پس اگر عمر در اونجا در غدیر خم بیعت کرده بود یا عمر در غدیر خم مبارکبادی گفته بود، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم سخنرانی کرده بود، دیگر عمر اصلا اینجا چرا آمده که باز بپرسد؟ بینندگان محترم، بعد جواب این فرد را من از قرآن شریف میدهم، از قرآن کریم میدهم که پروردگار عالم در قرآن کریم در سوره بقره اعلان کرد اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. و اذ قال ربك بیاد بیاور انگامی را که خداوند متعال پروردگار عالم به ملائکه اعلان کرد اینی جاعل فی الارض خلیفه، من آن ذات پروردگاری هستم که در روی زمین آدم علیه السلام را خلیفه و جانشین خود قرار میدهم. ببینید این تفسیر جلالین دیگر عبدالرحمن سیوطی. بله کجا رفت؟ بل اینجا در صفحه اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي وهو آدم عليه السلام، من در روی زمین برای خودم خلیفه قرار میدهم که او احکام مرا در زمین اجرا بکند. او آدم علیه السلام، یعنی هنوز آدم را نیافریده، قبل از این که آدم علیه السلام را بیافریند به ملائکه خبر داده خداوند متعال که من خلیفه میسازم. خب ملائکه اونجا، ملائکه که خبر داشتن که حالا که خدا گفت که من آدم را خلیفه میسازم، خب ملائکه چی پرسیدن در جوابش؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ملائکه گفتن که ای خدا تو آیا اون کسی که گناه میکند در روی زمین و یسفک الدماء و در روی زمین خون ناحق میریزد و ملائکه میدانستند که خداوند متعال از گناه راضی نیست، از گناه بدش میآید و میدانستند که خداوند متعال از خون ناحق، خون محرم ریخته بشود، نفس محرمه قتل بشود، خداوند متعال اون را بزرگترین ظلم میداند.
پس های خدا چرا همچین کسانی را تو در روی زمین قرار میدی؟ خب خود حضرت آدم علیه السلام که این کار را نمیکرد، چی کار میکرد؟ ملائکه میدانستند که فرزندانش، پسرانش بعد از او گناهکار خواهند شد، کافر خواهند شد و خون ناحق خواهند ریخت. پروردگارا همچین کسی را تو چرا خلیفه قرار میدی؟ و نحن نسبح بحمدک، در حالی که ما هستیم که هیچ گناه نمی کنیم، و نقدس لک، و ما هستیم که همیشه تو را تقدیس می کنیم. اگر کسی باید خلیفه بشود، خب این نحو کلامشان معلومه که اینها این سوال را که میکنن که ای خدا اتجعلو فیها، همزه اتجعلو از برای استفهامه که آیا تو قرار میدهی اون کسی را که روی زمین که او چیست؟ او بله فساد میکند و یسفک الدماء و خون ناحق میریزد. خب آیا در اینجا ملائکه نمیدانستند که از خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را خلیفه میسازد؟ خب میدانستند، خدا به اونها گفت دیگر که انی جاعل فی الارض خلیفه. پس چرا سوال کردن که آیا او را قرار میدهی در حالی که ما هستیم خیلی مقدس هستیم، خیلی مبارک هستیم؟ ها بینندگان محترم، حقیقت امر اینه که سوال نمودن، یعنی سوال در زبان فارسی میگیم سوال، در زبان عربی میگن استفهام. استفهام پرسش، استفهام یعنی پرسش. پرسیدن هم در قرآن، هم در سنت، هم در شعر، هم در محاورات روزمره ما و شما، همگیش برای طلب علم نیست، برای فهمیدن نیست. خیلی از مواقع ما طلب میکنیم یک چیزی را، میپرسیم، یک پرسشی میکنیم به خاطر اینکه تمنایی داریم، به خاطر اینکه امیدی داریم. مثلا یک کسی، فرض بکنید یک کسی یک شیء خوبی دارد که کار نداره، اون را شما دوست داری که اون شیء را دوست شما به شما بدهد، درسته؟ مثلا یک قلم خیلی قشنگی داره، این قلم این شخص خودش اصلا استفاده نمیکنه. یک ساعت خوبی دارد، برادر شما یک کامپیوتر خیلی قشنگی داره، شما این کامپیوتر را بله کار داری، برادر شما استفاده نمیکنه. شما نمیگین کامپیوتر را به من بده، شما بهش میگویی این کامپیوتر را شما استفاده میکنی. خب این سوال کردن شما چیه؟ از برای اینه که او کامپیوتر را به شما بدهد. این از برای ترجی و تمنیه. یا بعضی وقتا مثلا پسر شما به او کامپیوتر دادی، با کامپیوتر او بجای اینکه درس بخواند بازی گوشی میکند، شما ازش میگی که با کامپیوتر خود چیکار میکنی؟ این از برای تمنی و ترجی، از برای امید اینکه اون کامپیوتر را به شما بدهد نیست. این از برای چی؟ از برای توبیخ، از برای مذمت که تو با این کامپیوتر خود داری چیکار میکنی. یک وقتی هم برای شما سوال میکنید چون نمیدانی، یک کسی کامپیوتر خریده، رفیق شما میگه شما با کامپیوتر خود چیکار میکنی؟ یعنی واقعا شما نمیدانی، به خاطر طلب فهم، طلب علم، طلب خبر میپرسی یک چیز را که خبر. اما همیشه اینطوری نیست که سوال نمودن چه در زندگی روزمره، چه در شعر، چه در نثر، چه در قرآن، چه در حدیث، اینطوری نیست که سوال همیشه از برای چی باشد؟ از برای طلب خبر باشد. سوال در بعضی مواقع هست، اما در خیلی از مواقع خیلی زیاد و شاید این دومش بیشتر باشه که پرسش، استفهام از برای طلب خبر نیست، بلکه غرض دیگری دارید شما. از برای تعجب، مثلا یک کسی فرض کنید یک کسی خیلی بی سواد است، سواد نداره، خودش فرض کنید که مثلا راننده کامیونه، دیدی که کامپیوتر خیلی قشنگ خریده، خب میگی بابا تو با کامپیوتر چیکار میکنی؟ این از برای توبیخ نیست، این از برای تعجبه. پس خیلی وقتا سوال میتواند از برای تعجب باشد، از برای توبیخ باشد، از برای تمنی باشد. یکی از بزرگان جماعت عمریه در فنون حدیث و علوم بلاغت که خیلی دست بالا دارد، عبدالرحمن سیوطی. عبدالرحمن سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن، بله اینجا جزء اول طبع دارالفکر، چاپ سال 1429، دارالفکر بیروت، اینجا آورده من اقسام الانشاء الاستفهام. اقسام انشاء در لغت عرب، خب انشاء اقسامی دارد. یکی از انشاء در مقابل اخبار، انشاء در مقابل اخبار. یکی از اقسام انشاء استفهامه، از اقسام انشاء امر هست، از اقسام انشاء نهی هست، از اقسام انشاء تمنی هست، از اقسام انشاء ترجی هست که علما در علم معانی و بیان این مطالب را در متول، در غیر آن اونجا در مفتاح العلوم سکاکی این مطالب را اونجا مفصل بیان کردن. استفهام و هو به معنی الاستخبار، حقیقت استعمال، حقیقت استفهام به خاطر چی؟ برای خاطر گرفتن خبره. مثلا من شما اسم شما چیه؟ خب نمیدانم اسم شما چیست، درسته؟ میگم اسم شما چیست؟
بله شما اهل کجایید؟ این به خاطر اینکه یا نماز را بلد نیستم، میگم که مثلا حکم شکیات نماز چیست. این استفهام حقیقیه، اما اینطوری نیست که همیشه استفهام حقیقی باشد. خیلی وقتا استفهام به خاطر این معنای طلب فهم نیست، به خاطر مقاصد دیگریه. خب میگوید در قرآن کریم استفهام انواع زیادی دارد. الانکار، به خاطر انکار نمودن. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، خداوند میپرسد آیا غیر از قوم فاسق کسی دیگر هم عذاب میشود؟ غیر از فاسقین دیگران هم نیکوکاران هم عذاب میشوند. به خاطر اینه که شما این را خوب متوجه بشید، انکار بکنی، بگی که نه، این در قلب شما خوب جا بیفتد. اگر خدا خبر بدهد که بجز از فاسقین کسی دیگر هلاک نمیشود، خب این معنا را میرساند. اما اگر پرسید که آیا غیر از فاسقین کسی دیگر هم هلاک میشود، این تأکیدش بیشتره و بلاغتش بیشتره و معنا را بیشتر میرساند. و هل نجزی الا الکفور مثلا. معنای دوم، معانی خیلی زیاد ذکر میکنه. التوبیخ، برای توبیخ. افعصیت امری قال اتعبدون ما تنحتون. از برای توبیخ. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. التقریر، به خاطر اینکه شما اعتراف بکنی که این مطلب درسته، این مطلب درسته. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. بله، الم نشرح لك صدرك، آیا ما سینه شما را وسیع نگردانیدیم؟ آیا ما شما را پیغمبر نساختیم، صاحب شریعت نساختیم؟ که رسول الله، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم. از برای تقریر که بله مخاطب اقرار بکند که این چنینه. بله. التعجب، کیف تکفرون بالله، کیف تکفرون بالله، چطور هست که شما با خدا کفر می‌ورزید؟ در کتاب الکشاف زمخشری که خیلی مرد علامه‌ای هست در این فنون بلاغت، در ایشان در ذیل یک آیه میگوید که یک آیه در اونجا سه نوع در یک استفهام، سه مقصد هست. بله، در سوره بقره آیه 44 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. خطاب به یهوده، حقیقتش خطاب به کیه؟ به عمریه. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا شما مردم را به نیکی امر میکنید و خودتان را فراموش کردید، در حالی که شما چی میخوانید؟ قرآن میخوانید، یا در حالی که شما تورات میخوانید، در حالی که شما کتاب خدا را میخوانید، مردم را هم به نیکی امر خودتان را فراموش کردید. افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ خب این سوال از برای چی عزیزان من؟ از برای که خدا نمیداند، خدا خبر نداره که قضیه چه قراره، خدا جوابش را میداند. این سوال از برای طلب فهم نیست، این سوال از برای اینه که خوب توبیخ بکند، خوب مذمت بکند جانب مقابل را. خب زمخشری میگوید الحمزة للتقریر مع التوبیخ و التعجب من حالهم. میگوید در این سوالی که آمده افلا تعقلون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، در اینجا حمزه از برای چیه؟ حمزه استفهام از برای تقریر که جانب مقابل باید اقرار بکند، اعتراف بکند. اتأمرون الناس بالبر، مردم را به نیکی دعوت میکنید. بله، که مخاطب میدونه که درسته این کلام، بله میداند که این کلام درسته، پس این از برای تقریر. و از برای توبیخ، مذمت که این کار شما دیگران را به نیکی دعوت میکنه، خودت را فراموش کردی، خودت هر نوع بدی را انجام میدی. افلا تعقلون، عقل نداری؟ مقابل میگه بله این کار من کار ناعقلانه هست، کتاب خدا را میخوانم، مردم را به نیکی دعوت میکنم، خودم آلوده به گناهان و انحرافات. پس از برای توبیخ هم هست، از برای اقرار و تعجب هم هست که از برای این چنین، بله کسی که این چنین حالش باشه عجب حال عجیبی داره. خودش کتاب را میخواند، کتاب خدا را میخواند، مردم را به دین خدا دعوت میکند، اما خودش آلوده به گناهان و بدیها. و اما این قضیه چطور به عمریه صادق هست، اونم خوب بیان خودش را دارد که الان فرصتش نیست. پس استفهام عزیزان من وجوه مختلف دارد. اینجا وجوه را خیلی زیاد ذکر کرده سیوطی. از وجوه سؤال هست افتخار، الیس لی ملک مصر، فرعون میگه آیا من پادشاه مصر نیستم؟ التفخیم، از برای تعظیم. ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیره، نامه اعمال انسان چی نامه هست که هر گناه کوچک و بزرگ در اونجا نوشته. تعظیم. التحویل و التخویف، از برای ترسانیدن. الحاقه ما الحاقه و ما ادراک، بله الحاقه ما الحاقه، القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه.
بله از برای تفخیم و ما ادراک ما لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة، از برای تفخیم و تعظیم. تکسیر و کم قرية اهلکناها، بله الخامس عشر التنبیه، بله العشرون التمنی فهل لنا من شفاعة، الرابع العشرون تجاهل، خود را به جهل زدن، بله و اینا همش در قرآن کریم آمده. الخامس العشرون التعظیم، من ذا الذي يشفع عند الله الا باذنه. خب وقتی که این چنین شد بینندگان محترم که در زندگی روزمره، در محاوره، در قرآن، در حدیث الی ماشاءالله، خود جماعت عمری احادیث که روایت کردن که استفهام های مجازی در اونجا خیلی زیاده. ملاحظه بفرمایید در کتاب بخاری، البخاری نوشته اسماعیل خان، طبع دار حیات تراث، چاپ سال 1422. من چند تا حدیث براتون نشان بدم که در اونجا استفهام آمده. استفهام که برای چی نیست. حدیث 66، 3 نفر آمدن اونجا پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 2 نفر آمدن نشستن، یکی هم رفت. اون یکی که 2 نفر نشستن، یکی داخل مجلس نشست، یکی هم پشت سر اون افراد نشست. خب پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا اخبركم عن النفر الثلاثه، آیا من شما را خبر ندهم از این 3 نفر؟ آیا من شما را از این 3 نفر خبر ندهم؟ این از برای چیه؟ این سوال این از برای اینه که اون مخاطبین خوب گوش بکنن. اگر این سوال را نکند، بگوید که بله من شما را از حال این 3 نفر که الان آمدن اینجا، از حال این 3 نفر خبر میدهم، بعد این فلانی نه فلانی فلانی نه. اگر این را بگوید، خب اینجا اونقدر جلب توجه و تنبیه نیست در آن. اما شما از مخاطب وقتی پرسیدی از حال این 3 نفر تو را خبر بدهم، اون وقت مخاطب خوب حواسش جمع میشه، میگه که بله خبر بدی. اون وقت میفرماید که بله اون یکیش این کاره بود، این یکیش این کاره بود، این یکیش این کاره بود. باز بینندگان محترم ببینید در همین بخاری ما بال اقوام، قال عن انس بن مالک روایت کرده ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى الصلاه الى السماء في صلاتهم. چه شده مردمان را که نماز میخوانید با آسمان نگاه میکنید در حال نماز؟ چه شده شما را که با آسمان نگاه؟ این از برای چی؟ از برای توبیخه، نه از برای این که اونا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواد بفهمه که علت این کار چیه. خب حالا که وقتی این روشن شد، عزیزان من، در کتاب این کتاب البلاغة العربیه نوشته یکی از علمای معاصر فرقه عمریه، شیخ میدانی عبدالرحمن حسن حنک المیدانی، البلاغة العربیه اسسها و علومها و فنونها، جزء اول طبع دار القلم. در اینجا در سال خدمت شما عرض کنم که 1416 این کتاب چاپ شده. کتاب خوبیه، بدی نیست. در اینجا صفحه 270 درباره انواع استفهام ایشان یک بحث خیلی مختصر و مفید بیان کرده. این صفحه 270 وقد احصى البلاغيون معاني كثيرة خرج إليه الاستفهام عن حقیقته. علماء علم بلاغت موارد خیلی زیادی را برای استفهام پیدا کردن که اینها استفهام حقیقت استفهام نیست، ظاهرش استفهام، حقیقتش استفهام نیست. الانکار، التوبیخ، التقریر، التعجب، بله او تعجیب، العتاب، التذکیر، الافتخار، تا این که به 20 که میرسد التمنی و الترجی، تمنا نمودن و ترجی نمودن. خود در اونجا که ملائکه خدمت پروردگار عالم عرض کرد تجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اونا که توبیخ نکردن، توبیخ پروردگار عالم که کفره، سوالشان واضح میسازد که آیا کسی که گناه میکند خون میریزد او را خلیفه خود میسازیم؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك، در حالی که ما تسبیح تو میگیم تو را تقدیس میکنیم. پس این میسازد که ملائکه خودشان را بله نامزد میکنن، خودشان را پیشنهاد میکنن که ای کاش پروردگار ما را خلیفه بسازیم. این از باب تمنی و ترجیه، تمنی و ترجی. خب در اینجا در قضیه عمر بن الخطاب که آمد در مرض الموت النبی صلی الله علیه و آله و سلم که این امر به چه کسی تعلق میگیرد، این دلالت نمی کند که عمر نمیدانست که قبلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم اعلان نکرده. همون طوری که ملائکه وقتی که از خدا پرسیدن که
چه کسی را تو میخوایی خلیفه بسازی؟ اون کسی که خون میریزد. دلالت نمی کند که ملائکه مثلا معرفت خدا ندارن، یا ملائکه جاهل به حکمت پروردگار عالم هستند، یا ملائکه علیاذ بالله نفهمیدن که خدا اعلانی که کرده ملائکه متوجه نشدن. بلکه دلالت بر این مطلب دارد که ملائکه تمنی و ترجی این مقام را دارند. عمر بن الخطاب به عنوان کسی که میل به خلافت دارد و نقشه ها و دسیسه هایی دارد برای اینکه به حکومت و خلافت برسد، خوب شنیده در غدیر خم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امامت را برای امیرالمؤمنین علیه السلام اعلان کردند. کسی که دسیسه دارد او کارهایش را محکم میخواد انجام بدهد. آمده حالا در مرض الموت النبی صلی الله علیه و آله و سلم باز میپرسد که آیا شما پشیمان شده اید مثلا یک طوری بشود که ما به حکومت برسیم، به خلافت برسیم؟ نیتی دارد به این از این قبیل. چون در اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعضی وقتا اموری را اعلان میکردن ولی حکم نسخ میشد، مانند این که آیه نجوا اونجا اعلان شد، بعد آیه نجوا نسخ شد، احکامی مثلا واجب میشد، بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعلان میکرد که این حکم را خدا نسخ کرده. عمر بن الخطاب به عنوان این کسی که مثلا ما هم پدرزن شما هستیم، ما ریش سفید هستیم، ایشان جوان هستن، مثلا مردم ایشان را قبول ندارن، ایشان از عرب ها آدم زیاد کشته، به این عنوان این آمده بپرسه. این کدام تعیین نمی کند که عمر بن الخطاب جاهل بوده، چون اصلا در زبان عرب اغلب سوالها و در زبان روزمره ما هم اغلب سوالها برای فهمیدن نیست. اغلب پرسش ها که ما میپرسیم از برای یا مقاصد دیگریه که شما بله به یک کسی را میخواید توبیخ بکنی، چرا فلان کار را کردی، تو چه کاره ای که این کار را رفتی کردی. بله اینها از برای این نیست که آدم جواب فلسفی یا جواب علمی بشنود، از برای توبیخ کردن، تقریر کردن یا به یک مقصدی رسیدن از برای اینها می باشد. متوجه شدید بینندگان عزیز؟ الحمدلله رب العالمین. حالا که این مطلب را شنیدید بریم جواب قسمت دوم کلام این محقق عمری را بدیم. ایشان استدلال میکنند بعدش به یک آیه دیگر، به یک روایت دیگر. بس فلما خرج الفضل جلس مع النبي مباشرة، وعمر بالذات لأن عمر قالوا كذبوا عليه وقالوا قال بخ يا ابن أبي طالب. النبي في مرض موته لما اشتد وجعه قال هنا لما اشتد وجعه عمر بن الخطاب يدخل على النبي يقول له من وصيك يا رسول الله. و قرینه این حرف ما که درسته امینه که عمر بن الخطاب صبر کرد که فضل بن عباس خارج بشود، چون اگر مجرد استفهام به معنای استخبار بود، یعنی به معنای طلب علم و طلب حکم شرعی بود، وجهی نداشت که عمر صبر بکند فضل بن عباس بیرون بشود. چون عمر بن الخطاب اینجا دسیسه‌ای در کار بود و خودش و حزب خودش را میخواست به خلافت برساند، به این خاطر صبر کرد که فضل بن عباس خارج بشود. و الا اگر مجرد اینه که امامت به کسی میرسد، مجرد این باشد، لزومی ندارد صبر بکند فضل بن عباس خارج بشود. اینم خودش بهترین قرینه برای ماست، نه برای اونها. قل له انت خلاص يا عمر بايعت. نعم. سبحان الله. مش بايع بس، انا بقول لحضرتك حطوا في حديث غدير خم لما قالوا ان عمر قال وبخ يا ابن ابي طالب اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنه. نعم. نعم. في روايه اخرى خب روایت اولشان جواب دادیم، حالا روایت دوم را میخواد ایشان استدلال بکنند، توجه کنید. عمر روايه عن ابي بكر وعمر ايضا انهما لم يعرفان في مرض النبي عليه الصلاه والسلام من الوصي في إثبات الهداة صفحة 156. تقول هذه الرواية فيها بيان. طيب هذه الرواية عن أم سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج يعني إلى البصرة، قالت لها أم سلمة أتذكرين يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبوك الذي هو أبو بكر يستأذن فدخلت الخدر، ثم جاء أبي يستأذن فدخلت الخدر فقال يا رسول الله ما قدر مقامك فينا، يعني كم ستبقى؟ فلو جعلت لنا إنسانا نأتيه بعدك. فقال أما إني أعرف مكانه وأعلم موضعه ولو أخبرتكم به لتفرقتم عنه. يعني الآن في مرض النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أبو بكر وعمر من هو الوصي. كذلك خب این حدیث تمام شد. میگوید که
ام سلمه به عایشه گفته که یاد داری اون زمان که ابوبکر و عمر آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مرض و موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و گفتن ای کاش که تو برای بعد از خودت امامی نصب بکنی، امامی بعد از خودت نصب بکنی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر من امامی نصب بکنم از اون متفرق میشوید همونطوری که از عیسی ابن مریم متفرق شدید. و این شخص چقدر ناجاهله و چقدر دروغگو هست در نقل این حدیث. حدیث را ببینید بینندگان عزیز در کتاب اثبات الهدات بالنصوص والمعجزات نوشته مرحوم شیخ حر عاملی رحمه الله جزء ثانی طبع مطبعه علمیه به قم، در اینجا در جلد 2 صفحه 149 باب عاشر فصل 39 در اینجا حدیث 654 همون حدیثی که این یک مقدارش را این مردک خواند و به اسناد تقدم فی معجزات النبی صلی الله علیه و آله و این از کتاب اختصاص مفید نقل میکنه. فی حدیث طویل عن ام سلمه، ام سلمه به عایشه گفت و در این روایت اصلا موجود نیست که این قضیه در مرض موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اصلا نیست. این ادعای نداره که این بعد از عید غدیر بوده، بعد از اعلان غدیر بوده، اصلا در اینجا ذکری نیست. از پیش خودش این دروغ را اضافه کرد این شخص. و ثانیا در اینجا ذکر عمر نیست، ذکر ابوبکر هست و پدر ام سلمه رضی الله عنها که اسم ایشان حذیفه هست. جناب ام سلمه ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها که یکی از بانوان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند و خیلی مؤمنه بودند و خیلی زیبارو و مورد علاقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند و محب اهل بیت علیه السلام بودند. پدر ایشان اسمش هست بله ابو امیه، کنیش ابو امیه هست، اسمش حذیفه هست و ایشان از قبیله بنی مخزوم هستند و زیاد درباره پدر ایشان ما معلومات در تاریخ نیامده پدر ایشان که چه کاره بودند. این روایت دلالت میکنه که مسلمان بوده، پدرش و حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده. حالا ببینید در حدیث طویل از ام سلمه رضی الله عنها زمانی که عایشه اراده کرد به سوی جنگ جمل خروج کند، حضرت ام سلمه رضی الله عنها ایشان را مثلا چی کرد؟ نصیحت میکرد اتذکرین، آیا به یاد داری یوم کنت انا و انت و انتی مع رسول الله صلی الله علیه و آله، آن روزی که من و تو پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، فجاء ابوکی، پدر تو آمد یعنی ابوبکر آمد، یستأذن، اجازه میگرفت از پیغمبر صلی الله علیه و آله که داخل بشود. پدرت که آمد فدخلت الخدر، من رفتم پشت پرده رفتم چون پدر تو ابوبکر نامحرم با من است. ثم جاء ابی، بعد پدر من آمد، نه عمر، پدر ایشان آمد حذیفه، ابو امیه حذیفه آمد، پدر من آمد، یستأذن، اجازه گرفت که داخل بشود. فدخلتی الخدر، پس تو داخل پرده رفتی. پس هر دو خانم، هم عایشه و هم ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها داخل پرده رفتن، پشت پرده رفتن. فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قدر مقامک فینا، ای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر مقام شما، منزلت شما، قدر شما در بین ما زیاد و عظیم هست، یا تا چه اندازه شما بین ما هستید، مثلا این چین معنی داره. فلو جعلت لنا انسانا ناتیه بعدک، اگر به ما یک امامی پیشوای قرار بدی که بعد از تو به او مراجعه بکنیم. فقال اما انی اعرف مکانه و اعلم موضعه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتن و اینجا هیچ چیزی نیامده که این بعد از غدیر بوده، ادعای اونا اینه که این واقعا بعد از غدیر بوده، در مرض موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم بوده و در اون زمان بله چون بعد از غدیر بوده دیگر اینا چرا اگر غدیر قضیهش مشخص بوده چرا اینا میپرسن که امام برای ما تعیین کن؟ توجه هستید؟ در اینجا هیچ نیامده که این بعد از غدیر بوده. بله اما اینی اعرف مکانه و اعلم موضعه، فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که من ایشان را میشناسم، وسی من چه کسی هست و جایگاهش را میدانم، ولو اخبرتکم به لتفرقتم عنه کما تفرقت بنو اسرائیل عن عیسی ابن مریم، و اگر من ایشان را برای شما معرفی بکنم همانطوری که یهودی ها جمع شدن دشمنی کردن با حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، شما هم با او دشمنی خواهید کرد و ایشان را تنها خواهید گذاشت و با ایشان ظلم خواهید کرد. شما میدانید که یهودی ها حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام در بنی اسرائیل مبعوث شدن و بنو اسرائیل با ایشان دشمنی کردن و ایشان را خواستن که شهید بکنن. فلما خرج، وقتی که
ابو بکر و جناب حذیفه بیرون رفتن. حذیفه، این حذیفه ابن الیمان نیست، این حذیفه دیگریه، حذیفه ابن المغیره. خرجت الیه انا و انتی جریة علیه فقلتی له. من و تو وقتی که اونا دو نفر رفتن، من و تو از پشت پرده بیرون آمدیم و تو بسیار با جرأت به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتی من الذی کنت جاعلا لهم، چه کسی را تو میخوای امام بعد از خود بسازی؟ قال خاصف النعلی و کان علی علیه السلام یصلح نعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن اون کسی که نعل را پینه میزند، خاصف النعل، اون کسی که نعل را پینه میزند. نگاه کردیم دیدیم که امیرالمومنین علیه السلام اونجا نشسته، نعل پیغمبر اکرم کفش رسول الله صلی الله علیه و سلم را اصلاح میکند و پینه میزند. کان یصلح نعل رسول الله صلی الله علیه و آله اذا انخرقت و یغسل ثوبه اذا اتسخ. امیرالمومنین علیه السلام کفش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگر پاره میشد اون را میدوخت و اگر لباس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاره میشد او را هم میدوخت و اگر لباس ایشان وسخ میشد، کثیف میشد، چرک میشد، لباس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را 9 تا زن داشت. بله اون زنهای اون زمان هم بسیار بدت نمیخوردن. لباس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را کی میشست؟ برادرشان شاه مردان، جانم به فدایش میشد. بله، فقلت ما ارى الا علیا یا فقلتی، پس تو گفتی یا من گفتم، هر کدامش باشه، که این خاصف النعل و جز از علی علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام کسی دیگری نیست. بله، فقال هو ذاك اتذكرين هذه یا عائشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن بله، همون منظور امیرالمؤمنین علیه السلام. آیا عایشه این را به یاد داری؟ قالت نعم. عایشه گفت بله این را به یاد دارم. یعنی تو دیگر جمل نرو بجنگ با همون کسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را امام ساخته، با او نجنگ. خب این عزیزان من اینجا هیچ گونه دلالتی ندارد که این بعد از واقعه غدیر بوده. هیچ جایش نیامده که بعد از واقعه غدیر بوده این واقعه، اونطوری که این شخص ادعا کرد. روایت دیگر این محقق اولی را گوش بکنید. نختصر الروايات إذا كان الوقت. نعم نختصر الروايات. نأتي إلى إثبات الهداة في صفحة 106 وهي أوضح من الكل في هذا الموضوع. الرواية الخامسة. نعم، يعني هناك رواية رابعة وثالثة، الثالثة ورابعة وخامسة إلى الخامسة. نعم تفضل. عن ابن مسعود وهي أوضح من الروايات جميعا. طيب هذه الرواية عن ابن مسعود، وأنا أريد الإخوة المشاهدون الكرام يركزوا معنا فيها. عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. ما معنى نعيت إلي نفسي؟ يعني عرفت أني سألقى ربي خلاص. فقلت استخلف يا رسول الله، استخلف، ضع لك خليفة. فقال من؟ سؤال النبي يسأل ابن مسعود من؟ إذا المسألة لو يقينية ويعني محسومة من السماء بنص قرآني ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفهم خلق الله لكتاب الله هذا السؤال. جيد، يسأل ابن مسعود ما قال ابن مسعود؟ تمام. من؟ قلت أنا لك. فأعرض عني ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. فقلت استخلف. فقال من؟ قلت عمر. فأعرض عني ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. فقلت استخلف. قال من؟ قلت عليا. قال أما إنهم إن أطاعوا دخلوا الجنة أجمعون أفتون. هذه الرواية تقضي على حديث الغدير، تقضي على كل المكاذيب اللي قبل كده. جيد، هذه الرواية وغيرها من الروايات التي معنا تدل على أن هذه الروايات التي كذبوها في الوصية النبي في مرضه وفي مرض موته لم يكن يعلم من هو الوصي. تفضل. شوف، وهنا رواية أيضا قريبة من تلك الرواية التي أشرنا إليها في حديث ابن مسعود في إثبات الهداة المجلد الثاني. نعم، المجلد الثاني صفحة 10 تقول هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن عبد الله. این جواب بدم اول. خب اینشان این روایت را آورده از کتاب اثبات الهدات و با این استدلال میکند که حدیث شریف غدیر دروغه. خوب ببینید وجه استدلالشان چیست و وجه رد بر ایشان چیست. کتاب شریف اثبات الهدات نوشته مرحوم شیخ حر عاملی رحمه الله، چاپ جزء ثانی، چاپ مطبعات العلمیه به قم، باب عاشر. و این باب عاشر بله فصل چندم این
فصل ششم. فصل 17 روایت 418 وعن أبيه بن منصور اليشكري عن جده عن جده علي بن عمر عن عبد الله بن أحمد بن العباس عن مهنا بن يحيى عن عبد الرزاق عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. ای عبدالله بن مسعود بدان که خداوند متعال به من خبر مردنم را داده. خداوند متعال به من خبر مردنم را داده که من میمیرم. بله. فقلت استخلف یا رسول الله صلی الله علیه و آله. پس گفتم که پس ای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خودتان جانشین درست کنید. جانشین تعیین کنید. قال من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتن چه کسی را. خب اینجا بعد اینا چی زدن این دو نفر بین هم دیگر اینجا اونجا حاشیه زدن. حاشیهشون اینه که اگر حدیث غدیر درسته پس چرا عبدالله بن مسعود به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه شما خلیفه درست کنید؟ خب فرض اینه که در غدیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه را اعلان کرده. اگر خلیفه اعلان شده پس چرا عبدالله بن مسعود میگه که شما خلیفه را اعلان بکنید؟ چون اینها میگن که این حدیث که بعد از غدیر خمه، بعد از غدیر خمه در مرض الموت، در حالی که در این حدیث هیچ گونه ذکری نیست که این بعد از غدیر. بعد از غدیر و کلمه این که خدا به من خبر داده که من از دنیا میروم این چیزی نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون را در چی گفته باشد، در مرض الموتش گفته باشد. خب حالا اون میاد بعد این دیگریش گفت که اگر امامت از آسمان هست، امامت از پروردگار عالم هست، چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله بن مسعود گفت که چه کسی را خلیفه بسازن؟ چرا پرسید از او؟ خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر خدا امام را تعیین میکند که بله شما امام شما باید را خدا تعیین بکند و او تعیین کرده امیرالمؤمنین علیه السلام را، وجهی ندارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله بن مسعود بگه چه کسی را من خلیفه بسازم. پس این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از عبدالله بن مسعود پرسیده که چه کسی را خلیفه بسازم دلالت میکند که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نمیدانسته که از جانب خدا امام تعیین میشود. توجه هستید؟ چون اینها بازرنگی که دارن میگویند که تمام استفهام ها اینجا استفهام های حقیقیه. پرسش که شده این پرسش از برای اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمیدانسته. استفهام مجازی، استفهام این که من شما را امتحان بکنم که رأی شما چیست. مثلا من یک مطلبی را میدانم که چی بکنم. متوجه هستید؟ به خاطر اینکه میدانم که خیلی از وقتا من از شما یک چیز میپرسم، میگم از شما یک مشوره میخوام که فلان کار را چطور بکنم، نه به خاطر اینکه من نمیدانم چی کار بکنم، به خاطر اینکه من میخوام بفهمم که شما رفیق من هستی، دوست من هستی یا دوست من نیستی، عقل و منزلت شما چی اندازه هست، چقدر مخلص من هستی. من از اون مشوره‌ای که به من میدهید من متوجه میشم که تو دوست من هستی یا دشمن من هستی. و این را هر کسی در زندگی خود بداند میفهمد که همیشه این چنین نیست که شما از یک کسی سوال میکنی، مشوره‌ای میخوایی، به خاطر این باشد که محتاج مشوره‌ای او هستی، حالا یا به خاطر اینکه دوستی او را نمیخوای امتحان بکنی، عقل او را میخوای امتحان بکنی، یا یک غرض دیگری داری که حالا انشاءالله اینجا بیان خواهد شد. اینطوری نیست که سوال نمودن، پرسیدن از یک کسی بله همیشه به خاطر این باشد که ما نمیدانیم که مقصود چیه. در خود بخاری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینقدر سوال زیاد کرده، پرسیدن همین پرسش ها چیه؟ پرسش های مجازیه. ما بال اقوام یلتفتون الی السماء فی صلاتهم. الان نشان دادم بعضی از اون و این چنین پرسش ها در بخاری در مسلم خیلی زیاده. حالا ببینید بینندگان، پس گفت که چه کسی را؟ گفتم ابوبکر را. فاعرض عنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چهره مبارک را از من برگردانید. بعد از یک مدتی لحظه گذشت گفت ابن مسعود نعیت الی نفسی، من خبر مرگم به من رسیده عبدالله ابن مسعود. عرض کردم استخلف، گفتم که شما پس خلیفه تعیین کنید. فقال من، پرسیدن چه کسی؟ گفتم عمر. فاعرض عنی، پس از من اعراض کردن. دوباره تا که گفتم عمر چهره مبارک را از من برگردانیدن. باز خبر دادن گفتن ابن مسعود نعیت الی نفسی. بار سوم گفتن که خدا به من خبر مردنم را داده. فقلت استخلف، عرض کردم که شما خلیفه برگزینید. قال من، فرمودن که چه کسی؟ گفتم علی علیه السلام، گفتم که امیرالمؤمنین علیه السلام را خلیفه بسازید.
فرمودن اما انهم ان اطاعوه دخلوا الجنة اجمعون اکتعون یعنی اجمعون. گفتن که به تحقیق بدان که این چنین است که اگر امت من اطاعت کنند، صحابه من اطاعت کنند از امیرالمؤمنین علیه السلام، همگیشان وارد جنت میشوند. پس این را رسول الله صلی الله علیه و سلم تصدیق کردند. خب این بینندگان محترم، این جماعت میگویند که این روایت دلالت دارد که حدیث غدیر نبوده. من در جواب اینا بگم که اولا این حدیث را فقط شیعه روایت نکرده، خود فرقه مخالفین روایت کرده و سندش هم خیلی سند خوبیه. از بزرگان فرقه عمریه، از اعلامشان که این حدیث را روایت کرده. عزیزان من، معمر بن راشد یزدی در جامع خودشه، در جامع معمر بن راشد یزدی که چند طبقه ایشان قبلتر از بخاری و از مسلمه، و کتاب جامع معمر بن راشد یزدی در ضمن مصنف عبدالرزاق صنعانی چاپ شده. این المصنف لعبدالرزاق الصنعانی و معه کتاب الجامع لمعمر بن راشد یزدی برواية عبدالرزاق الصنعانی جزء 11، و این جزء 11 همون جامع معمر بن راشد یزدی. و معمر بن راشد یزدی از رجال بخاری و مسلم و کتب اربع در غایت اتقان و خیلی قریب العهد با صحابه. خیلی از صحابه را شاید خودش دیده اصلا. ایشان از عبدالله ابن مسعود این حدیث را با یک واسطه یا دو واسطه از علی ابن ثابت و از مینا از عبدالله ابن مسعود نقل میکنند. حالا ببینیم، حالا شاید من با یک واسطه یا دو واسطه نقل میکنم. الان ببینید من در شک افتادم. و سندش خیلی خوبه. مصنف عبدالرزاق صنعانی جزء 11 و در حقیقت این چیه؟ همون جامع معمر بن راشد یزدیه، تبع مکتب اسلامی، تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، چاپ سال 1403. در این کتاب بینندگان محترم صفحه 317 باب فی ذکر علی بن ابی طالب علیه السلام، روایت 20646. حدثنا عبدالرزاق عن ابیه عن مینا عن عبدالله بن مسعود. عبدالرزاق از پدرش حمام و او از مینا از عبدالله بن مسعود. مینا بینندگان محترم توثیق او در کتاب ثقات ابن حبان هست. و عبدالرزاق هم که پدر خود دروغ نمیبندد. درسته؟ به پدر خود دروغ که شیخ بخاری و مسلمه. بله، با این فاصله خیلی کم از عبدالله بن مسعود روایت کرده و روایات حمام در کتاب عبدالرزاق زیاده. در خود کتاب عبدالرزاق عبدالله بن مسعود گفت کنت مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیلة وفد الجن. پس این در مرض موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم نبوده، در اون شبی که وفد جن آمده بود پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله. هیئت جن ها آمده بود دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و در روایات دیگر که الان نشان میدم این در مکه بوده، در فتح مکه، یعنی در سال 8 هجری بوده. وفد جن در سال 8 هجری در فتح مکه بوده. پس این روایت اینطوری نیست که بعد از واقعه غدیر باشد که عبدالله بن مسعود چرا نمیدانسته که امیرالمؤمنین علیه السلام جانشینه. این قضیه قبل از قضیه چیه؟ قضیه حدیث غدیره. فتنفس، اونجا بودم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفسی کشیدن. فقلت ما شأنك یا رسول الله، عرض کردم که شأن شما چیست؟ قال نعیت الی نفسی ابن مسعود، خداوند به من خبر داده که از دنیا میروم. فاستخلف، گفتم که خلیفه درست کنید، خلیفه برگزینید. گفت فرمودن چه کسی؟ قلت ابو بکر. چه کسی را؟ این که چه کسی را، این به خاطر این نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش نمیداند چه که اگر خلیفه را قرار باشد درست بکند. وقتی که عبدالله بن مسعود میگه خلیفه برگزینید، به خاطر اینکه حالا در ذهن عبدالله بن مسعود چیه؟ عبدالله بن مسعود چه کسی را پیشنهاد میکند؟ به این خاطر، یا اینکه مثلا من بپرسم، و این خیلی مهمه، مانند این که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مائده خطاب به حضرت عیسی علیه السلام و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله.
که خداوند متعال خطاب به حضرت عیسی علیه السلام میگوید که ای عیسی ابن مریم، ای عیسی ابن مریم، روز قیامت خدا نصارا را جمع میکند. نصارا چیکار کردن؟ گفتن خدا، حضرت عیسی علیه السلام خداست، پسر خداست، خودش خداست، روح القدس، نمیدونم چیکار. درسته؟ که بیاین که ما خدا را عبادت کنیم و خود عیسی ابن مریم علیه السلام خدا هست، روح خدا در او داخل شده، از این قبیل حرفا. خب خداوند متعال اونجا خطاب به حضرت عیسی علیه السلام و نصارا این چنین میگوید. سوره مبارکه مائده آیه 116 و اذ قال الله، آن هنگام را به یاد بیاور که خداوند متعال در روز قیامت به عیسی ابن مریم خواهد گفت ای عیسی پسر مریم، انت قلت للناس، آیا تو به هستی که به مردم گفتی؟ انت قلت للناس، آیا تو به مردم گفتی؟ چی گفتی؟ اتخذونی، شما و امی الهین من دون الله، شما مرا و مادر مرا به خدایی بپذیرید. آیا تو این چنین به مردم گفتی؟ بله. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. بله. اینجا ما آورده اذكر اذ قال اذ يقول الله اذ يقول الله، قال به معنای یقوله لعیسی ابن مریم فی القیامه توبیخا لقومه. خداوند متعال به عیسی ابن مریم علیه السلام در روز قیامت از برای توبیخ نمودن نصارا که نصارا خوب محکوم میشوند. شما نصارا که آمدید که عیسی ابن مریم علیه السلام را پرستش کردید، گفتید خدا پسر خدا چیه؟ خداوند متعال خطاب به حضرت عیسی علیه السلام میگوید که آیا ای عیسی پسر مریم، تو گفتی به اینها که مرا و مادر من را به جای خدا بیایید پرستش بکنید، ما خدا هستیم؟ حضرت عیسی علیه السلام میگه سبحانك، پروردگارا منزه هستی، تو میدانی که من همچین چیزی را نمیتونم بگویم. چرا همچین چیزی را من بگویم؟ من نگفتم همچین چیزی را. خب در اینجا بینندگان محترم، علت چیست که خدا از عیسی ابن مریم علیه السلام این سوال را میکند؟ و خدا جواب عیسی ابن مریم علیه السلام را نمیداند؟ خوب میداند خدا جواب عیسی ابن مریم علیه السلام چیه. از عیسی ابن مریم علیه السلام میپرسد این سوال را که آیا تو گفتی که من را به خدایی بپذیرید؟ این سوال را میکند تا عیسی ابن مریم علیه السلام جواب بدهد، بگه نه من همچین چیزی نگفتم، خدایا این کفر، من همچین کافری نیستم همچین چیزی گفته باشم، تا وقتی که این جواب را از او استنتاق بکند. وقتی که او نطق به این جواب کرد، دیگر این جواب این چنین از خود عیسی ابن مریم علیه السلام برای توبیخ و محاکمه و روسیایی نصارا دیگر از هر گونه سخن دیگر و محاکمه دیگر که خود خدا اینا میگه که من خدای شما نیستم، اینا دروغ گفتن. خود این از هر نوع محاکمه دیگر رساتر، بلیغتر و در این مقام از همش تأکیدش بیشتره. متوجه شدید؟ خب در اینجا هم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله بن مسعود میگه که من شاید به این وجه که عبدالله بن مسعود جواب بدهد این جواب را، که عبدالله بن مسعود بگوید ابوبکر را تا رسول خدا صلی الله علیه و سلم نارضایتی خود را ظاهر بکند که همچین کسی اصلا قابل خلافت نیست، رویش را برگرداند به ناراحتی. و عبدالله بن مسعود هم به خاطر که انسان با معرفتی هست، چون میداند که ابوبکر، عمر اینها تمنای خلافت دارند و میداند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم به اصحاب سر خود این مطالب را گفته که بعد از من خلافت غصب می شود. خب به او هم مثلا به خاطر اینکه در تاریخ بماند که ابوبکر لایق خلافت نیست، میگوید که جانشین برگزینید. چه کسی را؟ ابوبکر را، همون کسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابهش خبر داده، به صحابه خاص که اینها غاصب خواهد بود. بگوید ابوبکر را تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اظهار ناراحتی بکند تا دیگران بشنوند، همه که اونجا هستند ببینند که این شخص بله این اصلا این فکر خلافت ابوبکر باعث ناراحتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خب این خیلی بجا و خیلی درسته این نوع سوال جواب. و این دلالت به این نمی‌کند که یا عبدالله بن مسعود در شک بوده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در شک در امامت بوده، اصلا همونطوری که آیه قرآن اونجا بیان کردیم. و اصلا این واقعه قبل از غدیر بوده، بعد از غدیر نیست. الان اون مطلب که این قبل از غدیر بوده اون براتون روشن می شود. و اینجا اصلا هیچ ذکر نکرده که این در مرز موت نبی صلی الله علیه و سلم بود. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخبار آینده را از قبل می‌دانستند. این چنین نیست که فقط در مریضی که شدید شد ایشان فهمیدن که من از دنیا میروم. این چنین نیست. قبل از این که مریض شود در حجة الوداع اونجا مردم را خبر دادن که من از دنیا میروم. قبل از این که در مریض بشوند و حالشان خراب بشود اون زمان خبر داده بودن که من از دنیا میروم.
خیلی از صحابه عبدالله ابن عباس میگوید سوره اذا جاء نصر الله والفتح که نازل شد من فهمیدم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا میروند. و در روایات دیگر ما نشان میدیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از سابق مسائل آینده را تا روز قیامت میدانستن، خدا خبر داده بود به ایشان. حالا اونا میآید ان شاء الله. خب فاستخلف قال من قلت ابو بکر قال فسكت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم ساکت شد. ثم مضى ساعتا ثم تنفس، یک ساعتی گذشت، لحظاتی گذشت، باز نفس کشید. پرسیدم چی شده؟ فرمودن که من به زودی نوعیت الی نفسی، من از دنیا میروم، خدا به من خبر داده که از دنیا میروم، خبر مرگم را به من داده. قال قلت فاستخلف، گفتم که جانشین تعیین کنید. قال من، گفتن که چی کسی؟ قلت عمر. سکت، باز رسول خدا من عمر گفتم، ایشان ساکت شدن، چیزی نگفتن. باز ساعتی گذشت، باز نفس عمیقی کشید. من گفتم چی شد یا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ گفتن که نوعیت الی نفسی ابن مسعود، خداوند متعال به من خبر داده که من از دنیا میروم. قال قلت فاستخلف، جانشین تعیین کنید. قال من قلت علی ابن ابی طالب علیه السلام، عرض کردم امیر المؤمنین علیه السلام. فرمودن اما والذی نفسی بیده لئن اطاعوه لیدخلن الجنه اجمعین اکتعین، به خدا قسم اگر اینها اطاعت بکنن از امیر المؤمنین علیه السلام همگی وارد بهشت میشن. صلی الله علی محمد. پس این روایت از روایت شیعه تنها نیست، روایت عمری هم هست. این روایت را عزیزان من در کتاب معجم کبیر طبرانی هم با 2 سند روایت کردم. المعجم الكبير للطبراني للحافظ ابن القاسم سليمان بن احمد الطبراني، متوفی سال 360، مجلد خامس، طبع دار احیاء التراث، چاپ سال 1430. بله، طرق حدیث عبدالله بن مسعود لیلة الجن، اون شبی که جنها آمده بودن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. کلام عبدالله بن مسعود صفحه 55، روایت 9969. عبدالله بن مسعود میگوید، این سند دیگری غیر از اون سند قبلی، اصلا این طریق عبدالرزاق صنعانی نیست. عن ابی عبدالله الجدلی عن عبدالله بن مسعود میگوید که استتعبنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیلة الجن، اون شبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جنها ملاقات داشت. حالا اینا تفصیلش زیاد نگفتن، در بعضی از روایات آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون مکه رفتن و اونجا شب تاریک بود، عبدالله کسی را با خود نبردن، رفتن اونجا با جنها ملاقات کردن، مسلمان شدن. در کتاب‌های شیعه هم آمده اون مطلب. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا با خودشان گرفتن که دنبال من بیا، اون شب با جنها ملاقات داشتن. فانطلقت معه حتی بلغنا اعلی مکه، پس با ایشان رفتیم تا اینکه بالای کوی مکه رسیدیم. خب این واضح و آشکاره که یا در فتح مکه بوده یا در عمره که در سال 7 هجری رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم به جا آوردن. دیگر مکه نرفته رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از هجرت. در سال حدیبیه که سال 6 هجری بود، ایشان که مکه نرفتن. سال بعدش ایشان عمره به جا آوردن به نام عمره القضاء، که سال قبل عمره به جا آوردن نشد، در سال بعدش عمره به جا سال 7 هجری. سال 8 هجری هم که مکه فتح شد. پس این یا سال 7 هجری یا سال 8 هجریه، یا این که ما بگویم قبل از هجرت. مثلا عبدالله بن مسعود مکه رسیده بود خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم، که احتمالش خیلی کم. پس این قطعا این واقعه بعد از واقعه غدیره. بله عفوا این واقعه قطعا قبل از واقعه غدیره، در سال فتح مکه هست یا قبل از اونه، یا بگیم در حجة الوداع هست. در حجة الوداع هم باشه، بازم قبل از چیه؟ قبل از غدیره، نه بعد از غدیر. تا این که رسیدیم دیگر بعد از غدیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه نرفته، این واضح و آشکار. تا اون که بالای کوه مکه رسیدیم، فخط علیه خطه، پس اونجا خط کشیدن، لا تبرح، گفتن که از این خط جلوتر نیا. ثم انصاع فی الجبال، بعد خود ایشان در اون وادی های مکه رفتن دیگه، در اون کوه. در اونجا من فرأیت الرجال يتحدرون علیه من رؤوس الجبال حتی حالوا بینی و بینه فاخترقت السيف. من نگاه کردم دیدم که اونجا در شبه انسان‌هایی، شبه مخلوقاتی از کوه پایین میآیند پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله. جن‌ها مثلا میآمدند، با ایشان صحبت میکردن. شمشیرم را کشیدم
بله. و قلت لأضربن حتی استنقذ رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتم میرم اونجا شمشیر میزنم که اونها را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زود دور کنم. بعد یادم آمدم که ایشان فرمودن به من که صلی الله علیه و آله، به من فرمودن اینجا صبر کن، جلو نه، من خودم برمیگردم. پس صبر کردم تا ایشان برگردن. فلم ازل كذلك حتى امن الفجر. همچنین بود تا اینکه ما نزدیک فجر شد. فجاء النبی صلی الله علیه و آله و انا قائم. اون نزدیک فجر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشتن. وقتی که برگشتن دیدن که من ایستادم، به من فرمودند شما هنوز اینجا منتظر هستید؟ عرض کردم که اگر یک ماه هم اینجا مرا میماندم بازم انتظار میکشم تا شما برگردید. به ایشان گفتم که من میخواستم که بیام با شمشیر اونجا دفاع بکنم، شما را مثلا نجات بدم از اون مخلوقایی که آمده بودن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر می آمدی کشته میشدی، یا تا روز قیامت مرا نمیدیدی، یعنی کشته میشدی. بله. بله. فقال إني وعدت أن يؤمن بي الجن والإنس فأما الإنس فقد آمنت بي وأما الجن فقد رأيت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خدا به من وعده داده که جن و انس به من ایمان بیاورند، انسان ها به من ایمان آوردند، اما جن را هم الان دیدی که جن ها هم آمدند به من ایمان آوردند. و ما اظن اجلی الا قد اقترب. و من گمان میکنم که اجل من نزدیک شده. قلت یا رسول الله لا تستخلف ابا بکر فاعرض عنی. گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا ابو بکر خلیفه نمیسازی، جانشین خودت نمیسازی؟ پس از من اعراض کردن. فرأيته انه لم يوافقه. پس متوجه شدم که ایشان موافق این کار نیستند. قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله الا تستخلف عمر فاعرض عنی فرأيت انه لم يوافقه. گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا شما عمر را خلیفه نمیسازی؟ دیدم که روی مبارک را از من برگردانیدن. متوجه شدم که راضی نیستند به عمر، خلافت عمر. قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله الا تستخلف علیا. گفتم که ای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چرا شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام را جانشین نمیسازید؟ بله، ایشان را جانشین نمیسازید؟ فرمود ذاک والذی لا اله الا غیره لو بایعتموه و اطعتموه ادخلکم الجنه اکتعین. بله، فرمودن که خود ایشان، ذاک خود ایشان والذی لا اله غیره، قسم به آن خدایی که بجز از ایشان خدایی نیست، که اگر با ایشان بیعت کنید و ایشان طاعت کنید شما را همگیتان را ایشان به دست مبارک خود وارد جنت میکنند. یا امیر المؤمنین بایعناک، ما بیعت کردیم با امیر المؤمنین علیه السلام، جان ما فدای نام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. پس دیدید بینندگان عزیز که این روایت در این هیچ گونه چنین نیست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم جاهل بوده به امر امامت، و اینجا هیچ گونه دلالتی ندارد که این بعد از غدیر بوده. و اگر عبدالله ابن مسعود در مکه مثلا قبل زمان فتح مکه یا در زمان عمرة القضاء یا در حجة الوداع قبل از غدیر مثلا اگر جاهل بوده به خلافت امیر المؤمنین علیه السلام، این کدام حجت بر شیعه نیست. ولی خب بعد از غدیر آگاه شده. تازه همون زمان ما عقیده ما اینه که شاید عبدالله ابن مسعود میدانسته این سوالات هم که کرده، این سوالات را از روی اینکه خوب بله سوال را که کرده از برای اینکه یک حجتی دستش باشد در آینده که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که ابوبکر و عمر لایق خلافت نیستند و ایشان رضا به خلافت ایشان ندارند. در این روایت و مثل روایت کتاب شریف اثبات الهدات شیخ حر عاملی که از کتاب اختصاص شیخ مفید ایشان روایت کرده، شبیه امینه، تفاوت الفاظش خیلی قلیله و در این هیچ گونه دلالتی بر مدعای فرقه عمریه ندارد. شما خوب واضح آشکار دید. روایت بعدی را هم ببینید در همین کتاب معجم کبیر حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، روایت 9970. این روایت عبدالرزاق از پدرش از مینا از عبدالله ابن مسعوده. این روایت سندش دیگر. پس همین خود کس تعدد سندین خودش ثابت میکنه که روایت صحیحه. کسی که یک کمی توجه داشته باشد این حدیث صحت آن خیلی واضح و آشکاره. بله. كنت مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة وفد الجن. در اون شب وفد جن من با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم. همون مطلب را ذکر میکند. بله. قلت علي بن ابي طالب عليه السلام قال اما والذي نفسي بيده لئن اطاعوه لا يدخلن الجنه اجمعين اكتعين. خب عزیزان بیننده، این در این کتاب
باز حافظ ابن کثیر دمشقی این کتاب را روایت کرده. حافظ ابن کثیر دمشقی روایت کرده این را در کتاب تفسیرش، تفسیر قرآن عظیم، نوشته به معروف تفسیر ابن کثیر، جزء رابع طبع دار ابن ارقم. در اینجا در تفسیر سوره الحاقه صفحه 206 حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، ایشان از طریق احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن ابيه عن مينان بن مسعود الى اخره. استخلف قال من قلت ابو بكر فسكت ثم مضى ساعة فتنفسا. بله كي فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده، فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا دخل في دين الله افواجا. میگوید این بعد از فتح مکه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشتن که مردم دخلوا فی دین الله افواجا، بعد از فتح مکه بود که مردم به دین الله افواجا داخل شدن. این قضیه ظاهرا اون زمان بوده، بعد از فتح مکه که بر مدینه برگشتن، در حالی که این درست نیست. بله، در حالی که اونجا در حدیث ما نشان دادیم که عبدالله بن مسعود تصریح میکند که ما به کوه مکه رفتیم که این در خود مکه بوده، یا در عمرة القضاء سال هفتم، یا فتح مکه سال هشتم، یا در حجة الوداع بوده. مثلا حافظ ابن کثیر میگه بعد از فتح مکه بوده. خب بعد از فتح مکه هم که باشد، علی کل حال در هر همه احوال این قبل از حدیث غدیره و این دلالت نمی کند که ابطال بکند حدیث شریف غدیر را. اما این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته که خدا به من خبر مرگ من را داده، عزیزان این کدام دلالت نمی کند که این در مرض موت نبی صلی الله علیه و آله و سلم بوده. در مرض موت نبی صلی الله علیه و آله، مرض موت نبی صلی الله علیه و آله و سلم که ایشان در ماه سفر از دنیا رفتن، قبلش مثلا ایشان در ماه محرم اینا مریض شده، حالا دقیق یادم نیست، مثلا 40 روز این قدر بیماری کشیده. قبل از آن در حجة الوداع، اصلا اسمش حجة الوداع است که ایشان خبر داده از دنیا رفتن خود، از دنیا رفتن خود. و قبل از اون هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام امور را تا روز قیامت میدانستند. حالا من یک روایت را برای شما نشان میدم از صحیح مسلم یا کتاب بخاری. بله، صحیح بخاری تبع دار حیات تراث العربی. در اینجا ملاحظه بفرمایید. کتاب بدء الخلق صفحه 570 روایت 3192. عمر میگوید قام فینا النبی صلی الله علیه و آله و سلم مقام. یک روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد سخنرانی کرد، فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم و اهل النار منازلهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اول خلقت تا روز قیامت، تا روز بعد قیامت که در بهشت و جهنم چیه همه گیرا خبر داد. حفظ ذلك من حفظه و نسیه من نسیه. بعضی کسا یاد گرفتن، یادشان مانده اون پیش بینی های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و بقیه مردم از یادشان رفته. حذیفه یمان. حالا من فتح الباری را نشان میدم که در ذیل این حدیث فتح الباری چی میگوید. چون علامت گذاری نکنیم فتح الباری نشان بکنشیم.
این فتح الباری بینندگان فتح الباری بشرح صحیح البخاری نوشته حافظ ابن حجر عسقلانی، جزء سادس طبع دارالفکر. در اینجا در شرح همین حدیث روایت 3192 بخاری از عمر بن الخطاب که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. حافظ ابن حجر عسقلانی در صفحه 332 این چنین میگوید. بله. ودل ذلك على أنه خبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث، فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد، وفي تيسير ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم، ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في كثرتها. میگوید که این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک مجلس واحد از اول خلقت تا این که در روز قیامت اهل جنت وارد جنت میشن، اهل نار وارد نار میشن، از همگی خبر داده. این از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. تمام امور مبدأ و معاش زندگی و معاد آخرت را همگی راشن خبر دادن صلی الله علیه و آله و سلم در یک مجلس واحد. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اول امور را میدانستند. این چنین نبود که خبر مرگ ایشان فقط در مرض الموت ایشان رسیده باشه. روایت بخاری را ببینید دوستان عزیز. صحیح البخاری نوشته اسماعیل بخاری در اینجا صفحه 1171 روایت حذیفه صفحه 1171. بله. روایت 6604 عن حذیفه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبه ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطبه ایراد کردن، تمام اموری که تا روز قیامت اتفاق میفته همگی را ذکر کردن. علمه من علمه و جهله من جهله. بعضیا یاد گرفتن، بعضیا یاد نگرفتن کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. اون کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم در من اینقدر تأثیر گذاشته که من وقایعی که الان اتفاق میفته مانند این که یک کسی را سابق میشناختم الان یادم رفته، الان که میبینم اون شخص را دوباره میشناسم. وقایعی که الان امروز اتفاق میفته من اینا را که میبینم بله میشناسم که اینها را قبلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر داده بود. ببینیم که در ذیل این حافظ ابن حجر چی گفته. ابن حجر العسقلانی. و این جماعت عمریه میگن که شما شیعیان میگید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم غیب میدانسته. خب این غیب گویی نیست، چیه دیگه؟ این صحیح بخاریه. حافظ بن حجر در اینجا در ذیل این آیت روایت آخر هیچی نگفته. پدر سوخته هیچی نگفته. بله اینجا گفته راستی.
خب کلام مفید اینجا زیاد نداره حافظ ابن حجر. خب عزیزان، خب عزیزان بیننده، از همه شما تشکر میکنم. ما جواب ویدیوهای این مردک را دادیم. انشاءالله جلسه بعد انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. قلبها متوجه نجف اشرف شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام را همگی با هم صدا بزنید. یا علی مدد.